سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو کم راجع به ایمیل زدن به استادا قراره که صحبت بکنم. اینکه حالا اصلا ما چرا به استادا ایمیل میزنیم، چه فایده ای داره برامون، اصلا چند تا ایمیل باید بزنیم، چجوری باید ایمیل بزنیم، محتوای ایمیلمون باید چطوری باشه و سوالای مثل این که حالا بیشتر ببینیم که نحوه درست ایمیل زدن به استادا چطوریه. من این سری نکته های مهم رو آماده کردم که بخوام در موردش صحبت بکنیم. نکته های خیلی ساده ای هم هست ولی به نظرم خیلی میتونه کاربردی باشه و کیفیت اون ایمیل شما رو بالاتر ببره. اول از همه این که خب ما چرا اصلا به استادا ایمیل میزنیم و حالا چرا دنبال استادا هستیم. در واقع برای اینکه ما بتونیم فاند آر ای یا همون ریسرچ اسیستنت رو بگیریم خیلی مهم هستش که ما به استادا به ایمیل بزنیم و در واقع از قبل با استادا کانکت بشیم باشون. اگر امکانش هست اصلا میتینگ بذاریم، اینترویو بکنیم اگر که استادا تمایل این رو داشته باشن و در واقع به این شکل بتونیم اون فاند آر ای خودمون رو تضمین بکنیم و اصولا برای پی اچ دی خیلی بچه ها این کارو میکنن. برای مستر هم خب هستش که به استاد ایمیل بزنن ولی بیشتر خب برای پی اچ دی این کارو میکنن. اینکه حالا استادا رو اصلا چطوری پیدا بکنیم و در واقع از کجا پیدا بکنیم که خب توی سایت خود دانشگاه توی قسمت پروگرام یا حالا توی قسمت خود دپارتمان یه قسمت فکلتی ممبر قطعا هست، همه دانشگاه ها دارن و شما میتونید از طریق اون دسترسی پیدا بکنید به آدرس ایمیل استادا و در واقع لیست استادا رو به طور کامل ببینید و برای خودتون حالا یک لیست تهیه بکنید و شروع بکنید به ایمیل زدن به استادا. ممکنه که خیلی موقع اون دپارتمان یا حالا اون پروگرام خیلی استاد داشته باشه، تعداد خیلی زیادی استاد باشه، هر کدوم هم حالا یه ریسرچ اینترست مشخص به خودشون رو داشته باشن. کاری که من به شخصه میکردم این بودش که در واقع همه استادا رو تبا رو باز میکردم، در واقع پیج شخصی همه استادا، صفحه شخصی همه استادا رو باز میکردم، تون شروع میکردم به خوندن ریسرچ اینترست استادا که ببینم که کدومشون به من نزدیکن. حالا نزدیک که در واقع نه که حالا کامل به مثلا بک‌گراند من بخورن ولی اینکه کدومشون مثلا نزدیک هستن به ریسرچ بک‌گراند من و من به کدوم میتونم خودم رو مرتبط بکنم و مرتبط نشون بدم خودم رو. و در واقع تون ریسرچ اینترست استادا رو میخوندم چون اصولا توی صفحه شخصی استادا توی دانشگاه ریسرچ اینترستشون رو مینویسه. ریسرچ اینترستشون رو میخوندم، اونایی که دیگه خیلی ریسرچ اینترستشون مثلا دور بود از من اونا رو هم موقع حذف میکردم و اون تعدادی که به نظرم منطقی بود و در واقع میتونستم مرتبط بکنم ریسرچ بک‌گراند خودم باهاشون رو نگه میداشتم. یه تعدادی هم که خیلی فکر میکردم که ریسرچ الانشون به ریسرچ بک‌گراند من میخوره اونا رو در واقع اولویت بالا میذاشتم که روی این استادا بیشتر وقت بذارم و در واقع مثلا این استادا رو دیگه حتما مثلا یکم مقالهشون رو درست حسابی تر بخونم که بیشتر بتونم بفهمم که رو چیا کار میکنم و بیشتر بتونم توی ایمیل مثلا ایمیلم رو شخصی سازی بکنم. پس اینطوری شما میتونید استادا رو پیدا بکنید. استادا هم در واقع عنوانهای مختلفی میتونن داشته باشن توی سایت ها، میتونن فول پروفسور باشن، اسوسییت پروفسور باشن یا اسیستنت پروفسور باشن و همشون میتونید ایمیل بزنید. و اوکی، اسیستنت پروفسور ها اصولا استادای جوانتر هستن، استادایی که تازه در واقع دارن کار میکنن و خب شاید اصلا بیشتر متمایل باشید که با استادای جوانتر هم حتی کار کنید تا استادایی که خیلی مثلا پیرن. اما نکته اولی که میخوام صحبت بکنم آدرس ایمیل شماه. خیلی فرق نمیکنه که شما دارین از جیمیل در واقع ایمیلتون رو ارسال میکنی، یاهو یا حالا اصلا ایمیل آکادمیک دانشگاهتونه، خیلی به نظر من فرقی نمیکنه. اون محتوای ایمیلتونه که خیلی مهمه. تنها نکته‌ای که راجع به آدرس ایمیلتون میتونم بگم اینه که سعی کنید که در واقع آدرس ایمیلتون یعنی اون اسم ایمیل در واقع چیز منطقی و درستی باشه، یعنی در واقع اسم کوچیک شما به همراه اسم خانوادگیتون باشه، حالا مثلا یه دات وسطش یا آندرلاین یه چیزی وسطش باشه ولی اسم فامیل خودتون باشه اون ایمیل دیگه. حالا عدد عجیب غریب و یا حالا مثلا کاراکتر عجیب غریب توی ایمیلتون نباشه. یه در واقع اسم استانداردی برای ایمیل خودتون داشته باشید کافیه.
نکته بعدی که من میخوام راجع بهش صحبت بکنم اینه که ما اصلا چند تا ایمیل باید بزنیم. حقیقتا خیلی جواب مشخصی برای این سوال نیست. یعنی به نظرم کسی نمیتونه مثلا یه نسخه ای بپیچه که حالا مثلا 100 تا ایمیل بزن جواب میگیری، 200 تا بزن جواب میگیری، نه 20 تا بزن. خیلی نمیشه اصلا راجع به این صحبت کرد. خیلی به فاکتورهای مختلفی بستگی داره. مسئله اینه که خب قطعا شما هر چقدر تعداد ایمیل هایی که میزنید بالاتر بره شانستون هم بالاتر میره. ولی شما باید حواستون به این نکته باشه که کیفیت ایمیلتون هم خوب باشه. یعنی صرفا یه ایمیل تمپلیت رو آماده نکنید به 200 تا استاد بفرستید. خب این اصلا کار منطقی نیست و به نظر من جواب خوبی نمیتونید بگیرید از این حالت. ولی خب از یه طرف دیگه هم منطقیه که ما واقعا وقتش رو نداریم که مقاله تک تک این استادا رو بخوایم بخونیم، مثلا یا حالا اصلا بخوایم ابسترکت مقاله هاشون هم بخونیم باز خیلی زیاد میشه. یعنی این همه استاد، یعنی خود یه دانشگاه و یه دپارتمان کلی استاد داره، چه برسه اینکه ما بخوایم برای دانشگاه های مختلف اقدام بکنیم توی کشورهای مختلف. در نتیجه به نظر من بهترین کار اینه که هر دو حالت رو سعی کنیم که به هم نزدیک کنیم و داشته باشیم. نه خیلی بخوایم حالا تعداد خیلی زیادی ایمیل مثلا غیر منطقی مثلا تارگتمون رو بذاریم که بزنیم، نه اینکه دیگه خیلی مثلا بخوایم مقاله های استاد و ریز بخونیم و در بیاریم و اون حالت هم اصلا به صرفه نیست، چون ما خب وقت آنچنانی نداریم اصولا برای ایمیل زدن به استادا. باید منتظر جواب استادا بمونیم و بر اساس جواب استادا اپلای بکنیم. برای همین خیلی باید بهینه این زمانمون رو مصرف بکنیم. خیلی موقع هم در واقع بچه ها قبل از اینکه اصلا اپلای بکنن برای پروگرامی شروع میکنن به ایمیل زدن و وقتی که سیگنال مثبت رو از استادا گرفتن برای این پروگرام اپلای میکنن. خیلی موقع هم در واقع این حالت هم هستش که بچه ها اپلای بکنن بعد حالا شروع بکنن به ایمیل زدن به استادا، که این اونقدر متداول نیست، به خاطر اینکه مخصوصا حالا دانشگاه آمریکا و کانادا خب اپلیکیشن فی بالایی هم دارن و ما نمیتونیم که مثلا برای تعداد خیلی زیادی دانشگاه شروع کنیم اپلای کردن و حالا بعدش ایمیل بزنیم به استادا ببینیم که چی میشه. در نتیجه بهترین کار اینه که یه سیگنال مثبت از استادا بگیریم و بعد برای پروگرام اون استاد اپلای بکنیم. نکته سوم که حالا اشاره هم کردم کیفیت ایمیل. در واقع این خیلی مهمه که شما ایمیلی که میزنید یه تمپلیت یکسان نباشه، یعنی ایمیلی نباشه که صرفا فقط چند خط راجع به خودتون توضیح داده باشید و فقط گفته باشید که من اینترستدم توی ریسرچ شما و میخوام که با شما کار بکنم یا حالا همچین چیزی. اصلا خیلی به درد بخور نیستش. یا حالا اگر که ایمیل مثلا خوبی هم بنویسید و که مثلا خودتون رو خیلی خوب توضیح بده و بخواید برای استادا بفرستید، ایمیل خوبی میتونه باشه ولی کافی نیستش. در واقع شما باید حتما توی ایمیلتون اشاره بکنید به اینکه چرا شما میتونید گزینه مناسب برای اون استاد باشید، که حالا جلوتر بیشتر راجع بهش صحبت میکنم. نکته بعدی در واقع اینه که به نظرم حتما یه تمپلیت شخصی برای خودتون آماده بکنید. این مرحله اوله که به نظرم باید انجام بدید. یعنی چی؟ اینکه یه در واقع تمپلیت یکسان واسه خودتون داشته باشید و اون تمپلیت یکسان رو بر اساس هر استاد شروع کنید به تغییر دادن. تمپلیت یکسان هم اینه که در واقع نکته اول اینه که خیلی مختصر و مفید باید بنویسید. یعنی واقعا استادا وقت اینو ندارن که بخوان ایمیل طولانی بخونن، شما چندین خط مثلا توضیح بدید، اصلا به صرفه نیست. شما باید خیلی مختصر و مفید بنویسید و در واقع شخصی سازی بکنید ایمیلتون رو. در نتیجه بهترین کار اینه که شما ایمیل خودتون رو به 3 تا پاراگراف تقسیم بکنید و در واقع اینجوری برنامه ریزی بکنید که توی پاراگراف اول یه توضیح مختصر و کوچیکی راجع به خودتون بدید. این که مثلا من در واقع مقطع فلان رو تموم کردم، مثلا مستر فلان رو تموم کردم در این رشته، یا بچلر فلان رو تموم کردم در این رشته، و در واقع
اگر که جای خاصی دارید کار میکنید یا در واقع توی لب خاصی دارید کار میکنید، ببینید که الان در حال حاضر مشغول ریسرچ در فلانجا هستم، یا در واقع اگر که نه فقط بنویسید که ریسرچ در واقع اینترست من یا ریسرچ بکگراند من توی این حوزه هستش و در واقع پاراگراف اول رو یه 2-3 خط یا حالا بیشتر هم نه، همون 3 خط به نظر من کافیه، یه توضیح خیلی مختصری راجع به خودتون بدید و یعنی یه معرفی خیلی کوتاهی راجع به خودتون داشته باشید و در واقع نکته های مهم اون 3 خط رو هم بولد بکنید. به نظر من در واقع این کار بود که من خودم میکردم که بولد کنید که مثلا ریسرچ اینترستتون رو میتونید بولد کنید. یه نکته هم الان یادم اومد، سابجکت ایمیل هم حالا قطعا خودتون میدونید اکثرا وقتی که میخوایم ایمیل بزنیم به استادا سابجکت ایمیل رو پراسپکتیو مثلا PhD student for fall 2025 مثلا میذارن، یعنی با یه حالت استاندارد که نمیتونم بگم، اصولا سابجکتیه که خب استادا هم باش آشنا، یعنی زیاد ایمیل با این سابجکت دریافت میکنن، وقتی این سابجکت رو ببینن و دنبال دانشجو باشن در واقع براشون مشخصه که خب ایمیلی دریافت کردن که دانشجوه و در واقع اینترسته. برای همین همین با همین سابجکت پیش برید به نظر من خوبه. نکته بعدی حالا اینه که چجوری ایمیلمون رو شخصی سازی بکنیم. در واقع پاراگراف اول که خب حالا توضیح راجع به خودتون، پاراگراف دوم شروع میکنید، در واقع پاراگراف دوم اون قسمت شخصی سازی است. وقتی که میخواین تمپلیت خودتون رو بنویسید شروع بکنید حالا یکم توضیح دادن راجع به خودتون که در واقع راجع به در واقع ریسرچ اینترست اصلی خودتون که بیشتر دنبالش هستین توی استادا و بیشتر در واقع روش کار کردین، که یه توضیح مختصری بدین که من روی فلان چیز مثلا کار کردم. اگر مقاله‌ای نوشتین اشاره بکنید خیلی کوتاه به اون مقاله که فلان مقاله رو کار کردم و به نظر من در واقع ریسرچ بکگراند من با ریسرچ بکگراند شما خیلی الاینه و در واقع توی پاراگراف دوم وقتی میخواین تمپلیتتون رو بنویسین یه توضیح کوتاهی راجع به در واقع ریسرچ اینترست خودتون و در واقع ریسرچ بکگراند خودتون میدید و پاراگراف دوم رو به همین شکل نگه میدارید و پاراگراف آخر هم در واقع حالت اینه که بیشتر حالت فرمالیته آخر ایمیل ها که حالا مثلا میتونید بنویسید که من در واقع مشتاق اینم که با شما بیشتر صحبت بکنم راجع به ریسرچ اینترستم، راجع به مثلا اپورتونیتی این که بتونم با شما کار بکنم و در واقع میتونید منشن بکنید که سی وی خودم رو هم اد کردم به این ایمیل، اتچ کردم به این ایمیل و شما میتونید سی وی من رو هم ببینید و پاراگراف آخر بیشتر حالت جمع‌بندی داره براتون. در واقع میتونید با این حالت شروع کنید که مثلا I would appreciate the opportunity to discuss the possibility of joining your team و حالا مثلا بعد چیزای دیگه بنویسید که من سی ویم رو هم اتچ کردم و اینها. ولی توی پاراگراف دوم که پاراگراف اساسی ایمیل شماست، هنوز هم به نظر من وقتی که شما ایمیلتون رو می‌نویسین نکات مهم رو حتما بولد بکنید. وقتی که میخواین به استاد ایمیل بزنید حالا لازم نیستش که برید مقاله استاد رو کامل بخونید، خیلی به نظر من وقتگیر میشه. سعی کنید که چشمتون عادت بکنه به این که نکته های مهم رو از مقاله استاد بکشید بیرون، یعنی مقاله های جدید استاد رو سعی بکنید پیدا بکنید، اصولا فوکس خودتون رو بزنید روی مقاله های جدید استاد. اگر که دارین دنبال یه مقاله قدیمی میرین دیگه مقاله خیلی مرتبط باشه بهتون که دارین سراغ یه مقاله قدیمی میرین، ولی به نظر من فوکستون رو بزنید رو مقاله جدید استاد، مقاله های مثلا جدید استاد، یعنی 2 سال اخیر و در واقع حتی اگر که ابسترکت اون مثلا مقاله رو هم بخونید و فقط بفهمید که راجع به چی بوده دقیقاً این پیپری که حالا استاد داده بیرون، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که توی همون پاراگراف دوم اشاره بکنید به اون مقاله که مثلا در واقع من هم توی ریسرچ بکگراندم روی این موضوع کار کردم که به نظرم خیلی مرتبط با فلان مقاله شما که شما روی این موضوع کار کردین و به همین شکل میتونید خودتون رو کانکت نشون بدین با اون استاد. در واقع پاراگراف دوم تمام هدفش اینه که شما کانکشن خودتون رو با اون استاد نشون بدید که چجوری شما میتونید دانشجوی مناسب باشید برای این استاد و چه لحاظ شما به اون استاد در واقع نزدیکین.
برای همین حتما مثلا اسم یکی از مقالات استاد رو ذکر بکنید وقتی که میخواین شخصی سازی بکنید. به نظر من این خیلی پوینت مهمیه، در واقع استاد هم میفهمه که شما وقت گذاشتین و یه ایمیل تمپلیت عادی نفرستادین، که چون اصولا استادا خب خیلی ایمیل میگیرن از دانشجوها و اینکه ایمیل شما متمایز باشه با بقیه ایمیل ها خیلی میتونه مؤثر باشه. نکته در واقع بعدی اضافه کردن رزومه است که باز اشاره کردم. به نظر من حتما سی ویتون رو به ایمیل اتچ بکنید. در واقع استاد اگر که مشتاق باشه با یعنی 5 ثانیه رزومه شما رو بالا پایین بکنه، نکته های بولد رزومه شما رو خودش میبینه که نکته هایی که مثلا خود استاد دنبالشه رو پیدا میتونه بکنه و خیلی به نظرم کمک کننده است که تو ایمیل اولی که میزنید سی ویتون رو اتچ بکنید. به نظر من خیلی لازم نیستش که حالا یعنی بچه‌ها هستن که خب ترانسکریپت یا همون ریز نمره هاشون هم اتچ میکنن به ایمیل، اون دیگه دل بخواهیه، یعنی اگر که میخواید این کار بکنید، ولی به نظر من چیزی که حتما اتچ بکنید به ایمیلتون سی وی یعنی آکادمیک سی وی تونه. نکته بعدی خب قطعا همتون میتونید ولی باز گذاشتم اینجا، اینکه لحنتون کاملا رسمی باشه، یعنی کاملا لحن مؤدبانه و رسمی داشته باشه، در واقع اون استراکچر ایمیل رسمی رو داشته باشید، اینکه چجوری شروع بشه چجوری تموم بشه، اینا رو حتما رعایت بکنید. حتی اگه دارید به یه استاد ایرانی ایمیل میزنید که توی خارج داره کار میکنه، اصلا ایمیل فارسی نفرستید، ایمیلتون انگلیسی باشه و این حالت در واقع رسمی و مؤدبانه اون ایمیل رو حفظ بکنید حتما. نکته بعدی ریمایندر زدنه، چون که ما ممکنه که مدل‌های مختلفی یعنی اتفاقای مختلفی بیفته و استاد اصلا ایمیل ما رو جواب نده. کاری که خب بچه ها انجام میدن اینه که اصولا بعد از 10 روز تقریبا، مثلا وقتی که 10 روز از ایمیلشون گذشت و هیچ جوابی نگرفتن، که حالا میتونه دلایل مختلف باشه، میتونه اصلا استاد دیده باشه و جوابی نداده باشه. یه موقعی هم هستش که اصلا مثلا توی آگست که آخر تابستونه استادا اصولا مسافرتن و ممکنه که اصلا ندیده باشن یا حالا وقت نکرده باشن یا حالا اصلا اون هفته به طور خاص سرشون خیلی شلوغ بوده باشه. برای همین اصولا بچه‌ها بعد از 10 روز شروع میکنن به ریمایندر زدن، که حالا اصولا میان مثلا یه ایمیل فالوآپ میفرستن یا میان ایمیل قبلیشون رو در واقع ریپلای میکنن و برای استاد میفرستن. شما میتونید این کار بکنید و بعد از 10 روز در واقع یه فالوآپی بفرستین برای استاد. اما نکته نهم که من میخواستم حتما باشه سوال کردن راجع فاند. به نظر من توی ایمیل اولی که میفرستین اصلا راجع فاند سوال نکنید، خیلی به نظرم حرکت قشنگی نیستش. فقط سعی کنید که مختصر و مفید خودتون رو پرزنت بکنید به بهترین شکل به استاد و بعد از اینکه استاد به شما در واقع جواب داد و جواب مثبت گرفتین یا حالا در واقع اینترویو دعوت شدید و در واقع توی ایمیل های بعدی یا حالا توی میتینگ ها خیلی فرصت هستش که اصلا بحث کشیده بشه به فاند های استاد و اینا، ولی اصلا راجع به فاند توی ایمیل اول صحبت نکنید. نکته آخر هم راجع به جواب استاده. در واقع استاد ممکنه مدل‌های مختلفی به شما جواب بده، ممکنه استاد خودش هم از یک تمپلیت استفاده کنه برای جواب دادن. به هر حال استادا ایمیل‌های خیلی زیادی ممکنه بگیرن، برای همین استاد ممکنه که یه تمپلیت خودشو داشته باشه که حالا اصلا خیلی روک بگه که من فاند ندارم، من پوزیشن ندارم، متاسفانه من لطفا مثلا برای پروگرام های دیگه یا استادای دیگه اپلای یعنی اقدام بکنید. یه حالت دیگه این که استاد به شما ایمیل تمپلیت بفرسته که من سی وی شما رو در واقع دیدم و به نظرم که شما سی وی قوی دارین و در واقع پیشنهاد میکنم و تشویق میکنم که شما برای این پروگرام اپلای بکنید. با اینکه ممکنه که ظاهرش به تمپلیت بخوره، ولی قطعا که جواب گرفتن از استاد بهتر از جواب نگرفتنه یا حتی ایمیل تمپلیت جواب گرفتن هم بهتر از جواب نگرفتنه. در نتیجه
باز همینم خوبه، ممکنه که استاد یه جواب آماده ای و یعنی یه تمپلیتی رو داشته باشه و دانشجوهایی که میبینه که مثلا سیویشون قویه و در واقع سیویشون خوبه، به اون دانشجو در واقع این ایمیل رو بزنه، این ایمیل تمپلیت رو بفرسته. و بهترین حالت هم اینه که در واقع استاد خیلی راحت به شما بگه که من مشتاقم که بیشتر صحبت بکنیم، مشتاقم که باتون اینترویو بذارم، مشتاقم که میتینگ با هم ست بکنیم، که این به نظرم خیلی پالس مثبتیه، به خاطر اینکه استاد خیلی معلومه که تحت تاثیر رزومه و ایمیل شما قرار گرفته و شما رو یکی از پتانسیل های بالا میبینه برای اینکه دانشجوش بشید، به خاطر همین داره با شما در واقع اینترویو یا میتینگ ست میکنه. اینا نکته هایی بودش که در واقع من جمع آوری کرده بودم، به نظرم خیلی میتونه کمکتون بکنه توی مرحله ایمیل زدن به استادا و امیدوارم که در واقع به دردتون بخوره و حالا با این روش بتونید یکم فرایند ایمیل زدن به استادا رو بهتر بکنید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو بودین، امیدوارم که موفق باشید.